درود دوستان، به یک ویدیو دیگه از چنل امیر درید خیلی خوش اومدید. مثل همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که برای درک بهتر ویدیو هدفون یا هندزفری های خودتون رو بذارید و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. شماره 1. زندان ایالت شرقی. این زندان در ایالت فیلادلفیای آمریکا واقع شده و خیلی از مردم به این باور دارن که زندان ایالت شرقی مکانی جن زده و تسخیر شده هستش. در اوایل سال 1940 مأموران و زندانیان این زندان بارها از اتفاقات عجیب و مرموزی حرف زدن که به چشم خودشون شاهد اونها بودن. تجربیات وحشتناکی که این زندان رو برای اونها به مکانی ترسناک و شوم تبدیل کرده. اما بعد از اینکه این زندان تعطیل شد، اوضاع روز به روز بدتر و بدتر شد، چون که زندان خالی شده بود و وجود موجودات ماورایی بیشتر. بعد از گذشت چندین ماه علاقه مردم این ایالت به مسائل ماورایی بیشتر شد و در نتیجه رفت و آمد به زندان برای تحقیقاتی در مورد موجودات ماورایی بیشتر شد و در حال حاضر محققان ارواح و حوادث ماوراءالطبیعه از سر تا سر جهان برای تحقیق و بررسی‌های بهتر به صورت حضوری به این زندان میرن. در واقع هر سال تیم‌های تحقیقاتی و گروه‌های توریستی زیادی به این زندان سر میزنن. شماره 2. فانوس دریایی سنت آگوستین. این فانوس دریایی که خودمونم یک ویدیوی کامل در مورد این فانوس توی چنلمون داریم، لینکش هم این بالا براتون میذارم. بعد از دیدن این ویدیو برین و اون ویدیو رو تا آخر ببینید، چون اونجا در مورد اتفاقات و رازهای این فانوس دریایی توضیحات کاملی دادیم. فانوس دریایی سنت آگوستین در شهر سنت آگوستین در ایالت فلوریدای آمریکا و توی ساحل معروف و زیبای آتلانتیک قرار داره که سالیان سال به یک موزه تبدیل شده. این موزه یک مکان معروف برای گردشگران ماجراجو هستش که در تمام دنیا برای پیدا کردن ارواح سرگردان به این فانوس سفر میکنن. توی موزه فانوس دریایی سنت آگوستین اشیاء تاریخی و عکس‌های تاریخی زیادی وجود داره و برای بالا رفتن از این فانوس باید 219 پله رو بالا برید. شماره 3. هتل فرمونت بنف. بدون شک یکی از مجذوب کننده ترین و شیک ترین جاذبه های توریستی کشور کانادا رو باید هتل زیبا و مجلل فرمونت بنف دونست. این هتل توی شهر زیبا و کوهستانی بنف واقع شده، اما مثل هر مقصد دیگه‌ای دنیای توریستی وحشتناک این هتل هم با سایه‌های دنیای ترس احاطه شده. هتل فرمونت بنف در اوایل به صورت یک سازه چوبی و در سال 1888 احداث شد. یعنی زمانی که راه آهن توی این منطقه در حال ساخت بود، مردی به نام ویلیام ون هورن تعیین کرد که این منطقه بهترین مکان برای ساخت این هتل هستش، چرا که به دلیل ویژگی‌های چشمگیرش میتونست بازدید نمایندگان بسیاری از سر تا سر جهان رو به خودش جذب کنه. بعد از اجرا شدن ایده بی‌نظیری که ویلیام ون هورن داد، به خاطر منظره‌های کوهستانی زیبایی که این منطقه داشت، این منطقه به مکانی برای رویدادهای ورزشی تبدیل شد و علاوه بر این نمایندگان زیادی از سر تا سر دنیا برای تفریح به این هتل اومدن و کم کم شهر بنف پتانسیل این رو داشت که به یک شهر توریستی تبدیل بشه. اما متاسفانه هتل بنف در حال حاضر به مکانی تسخیر شده تبدیل شده. اما این چیزی از ارزش‌های این منطقه زیبا کم نمی‌کنه و هر سال توریست‌های زیادی برای تفریح از این منطقه دیدن می‌کنن. شماره 4. خونه لیزی بوردن. خونه لیزی بوردن در ماساچوست آمریکا قرار داره
که از سال 1874 تا 1899 به خانواده بوردن تعلق داشته و همونطور که از اسمش هم پیداست خونه‌ای هستش که ماجرای وحشتناک لیزی بوردن توی اون اتفاق افتاده که لیزی به خانواده خودش حمله کرده. اما امروزه با اینکه چند قتل فجیع توی این خونه اتفاق افتاده، هر کسی اجازه داره توی این خونه زندگی کنه. اما ناگفته نمونه که این خونه بعد از ماجرای قتل هایی که به دست لیزی بوردن انجام شد به تسخیر ارواح در اومده، ولی متاسفانه یا خوشبختانه هنوز کسایی هستن که برای خرید این خونه در صف وایسادن. خب دوستان، اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کناری رو روی آل قرار بدید تا هر وقت ویدیوی جدید گذاشتیم شما جزو اولین نفراتی باشید که مطلع میشید. بریم برای ادامه ویدیو. شماره 5، کشتی کوئین مری. کوئین مری کشتی بزرگی هستش که به نگاه بعضیا بزرگترین کشتی و به نگاه گروه دیگه دومین کشتی بزرگ جهان بعد از تایتانیک هست. این کشتی توی جنگ جهانی دوم به خدمت ناوگان دریایی بریتانیا در اومد و توی سال 1967 بعد از بازنشستگی در معرض فروش قرار گرفت. این کشتی بعد از تغییرات لازم و پرهزینه به عنوان هتل شناور در نزدیکی لس آنجلس فعالیت نوینی خودش رو آغاز کرد. اما ادعا شد که توی این کشتی ارواح به طور ثابت توی نقاط مختلف کشتی توسط مسافران و بازدید کنندگان دیده شدند. یکی از ارواح که تازگی‌ها در قسمت موتورخونه دیده شده بود متعلق به منوانی به نام جان پدر هستش که میگن روح این دریانورد جوان در تمام قسمت‌های کشتی دیده شده. شماره 6، قبرستان بچلرگرو. این قبرستان متروکه توی منطقه پر از درخت‌های انبوه در ناحیه شهری منطقه شیکاگو قرار داره و در بین این درخت‌های انبوه یک قبرستان کوچیکی هستش که خیلی از ساکنین این منطقه معتقدند تسخیر شده ترین جای دنیا همین قبرستان هست. این قبرستان متروکه بچلرگرو نام داره و ارواح توی این گورستان بیشتر از اون چیزی که شما تصورش رو میکنین دیده شدن و در سال پلیس این منطقه گزارش‌های زیادی دریافت میکنه در مورد کسایی که ارواح سرگردان رو توی این قبرستان دیدن. شماره 7، هتل کرسنت. هتل کرسنت در شهر یوریکا به عنوان ترسناکترین هتل آمریکا معرفی شده که ارواح زیادی در اون رفت و آمد میکنن. هر شب در هتل کرسنت تورهایی برگزار میشه که به مسافران هتل درباره مهمونهایی که روح اونها برای همیشه در این مکان باقی مونده داستانهایی گفته میشه و شبح مردی با نام مایکل از جمله اشباحی هستش که برای همیشه در این هتل ساکن شده. اون کارگری بوده که در سال 1885 در حال ساختن این هتل از بلندی سقوط میکنه و میمیره و حتی گفته شده زمانی که هتل خلوت میشه و مهمانهای زیادی نداره به نظر میرسه که سالن و راهروها مملو از اشباحی شده که هرگز قصد ندارن این هتل رو ترک کنن. شماره 8، قصر آیولانی. قصر آیولانی همون جاییه که آخرین خاندان سلطنتی هاوایی یعنی شاه کالاکائو و خواهرش ملکه لیوکالانی بعد از یک شورش که منجر به سرنگونی سلطنتشون شد به مدت 8 ماه توی اتاق خواب ملکه زندانی شدن. حالا بعد از گذشت چندین سال بعد از مرگ ملکه و پادشاه روح ملکه در راهروهای کاخ پرسه میزنه و مردم ادعا میکنن که صدای قدمهای اون رو شنیدن و بوی سیگار اون رو حس کردن و بیشتر اوقات شبح زنی رو توی ساختمون قلعه دیدن. این قصر زیبا از سال 1969 به عنوان ساختمان اصلی و مقر جمهوری خواهان دولت مورد استفاده قرار می گرفت و درهای اون از سال 1978 و در قالب بازدید از موزه به روی عموم مردم
باز شد. شماره 9. غار جادوگری به نام بل. غار جادوگر بل که در مزرعه جان بل در ایالت تنسی آمریکا قرار داره، در سال 2008 در لیست ثبت تاریخ ملی قرار گرفت و شما میتونید از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر از این غار دیدن کنید. اما کودکان زیر 2 سال حق ورود به غار رو ندارن و توصیه میشه که کسایی که از داستانهای ارواح وحشت دارن به هیچ عنوان از این غار و محدوده اون دیدن نکنن، چون داستانهای وحشتناک و شومی در مورد این غار گفته شده و حتما در روزهای آینده یک ویدیوی کامل در مورد داستان و رازهای مخوف این غار توی این چنل آپلود میکنیم. شماره 10. عمارت مادام لالوری. مری دلفین که به مادام لالوری معروف بود، یکی از افراد صاحب نفوذ در شهر نیو اورلئان بود که برده‌های زیادی رو توی این عمارت کشت. این عمارت تاریخچه خیلی وحشتناکی داره. بعضیا میگن که اون آشپز خودش رو با زنجیر به اجاق گاز بسته بوده و دختران خودش رو که بعضی موقع‌ها سعی می‌کردن به برده‌ها غذا بدن رو کتک می‌زده. بعضیا هم میگن که افرادی که توی خانه مادام لالوری پیدا شدن همگی در حالتهای سخت و عجیبی بسته شده بودن و از همه مهمتر این که اون تمام این اجساد رو در اطراف منزل خودش دفن کرده بود. خیلی خوب دوستان، ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل فراموش نشه و حتما توی کامنت ها نظرات خودتون رو در مورد این مکان‌های تسخیر شده برای ما به اشتراک بذارید. تا درود دیگر، بدرود.